حضرت مفتی عبدالرؤوف دامت برکاتهم العالیه یک حکایه عجیب نقل میکنند. چیزی هست که واقعیت دارد و این واقعه در یکی از شهرهای مشهوری پاکستان که به نام گیلگیت هست رخ دادگیه. حضرت مفتی عبدالرؤوف دامت برکاتهم العالیه چنین نقل میکنند که یک انسان در شهر گیلگیتی پاکستان از نزد یک قبرستان میگذشت. ناگهان به گوشش یک آوازی زن رسید که فریاد میزد که من زنده هستم، من را از قبر بیرون کنید. این مرد وقتی که این آواز را شنید فکر کرد که شاید خیالش پریشان شده است. می شود که بعضی وقت بعضی آواز در گوش انسان تصادفی می آید. بنابراین با این آواز توجه نکرد، لیکن این آواز را تکرارا پی هم می شنید. بنابراین به نزد اون قبر آمد که در حقیقت از داخل قبر آواز می براید که من زنده هستم، من را بیرون کنید. این مرد با یک سراسیمگی و با یک عجله به نزدیکترین آبادی که مردم اونجا مرده هاشون در این قبرستان دفن میکردن رسید و چند نفر را همراه خودش گرفت آمد تا که از واقعه و ماجرا اونها را با خبر کند. اونها هم که آمدن همه گوش را نهادن، دیدن که در حقیقت از قبر چنین آوازی میبراید. بنابراین اون چند نفره که این آواز شنیده بودن و اون دیه دوباره برگشتن و از عالمی که در اون دیه زندگی میکرد سوال کردن که آیا جایز است که ما این قبر را بکنیم نبشکنیم و این مرده را که آوازش میبراید که من زنده هستم از قبر بیرون کنید؟ اون عالم هم موافق فتاوای اسلامی گفت که اگر زنده بودنش یقین باشد باید اون زن برآورده شود. بنابراین آمدن قبر را کندن، دیدن که در داخل قبر یک زنی برهنه با یک کفن پوسیدگی نشسته است و اونها را صدا کرد که در حال از خانه من لباس بیارید. اهل اون محله شناختن که این زن کی است. بنابراین به شتاب رفتن و از خانهش لباس آوردن، لباس ها را پوشید و چادر را در بالای خود گرفت، به خانهش آمد، در داخل حجره در آمد و دری حجره اش را از داخل بند کرد. مردم هرچند کوشش کردند که داخل شوند، در خانه را قلف زد. اونها التماس میکردند. یک چیزی حیرت انگیز بود که زنی که چند سال پیش مرده است امروز از قبر میخیزد و زنده به خانهش میآید. بنابراین مردم زیاد جمع شدن، هرچند التماس میکردند که در را باز کند، اون زن در را باز نکرد. بالاخیر برای اونها گفت که برای همه باز نمیکنم، لیکن شما جرأت دیدن من را ندارید. در بین خودتان چند نفر را انتخاب کنید که اگر جرأت دیدن من را با این شکل و صورت دارند همونها فقط داخل شوند. بنابراین چند مرد با هم دیگر اتفاق کردند و اون زن در را کشاد و در یک کنج خانه چادرش بر سر نشسته بود. اولین چیزی که زن برای اونها نشان داد این بود که چادر را از سرش دور کرد. اونها سرش را دیدن در حالی که سر او نه موی دارد و نه در سر او پوست است، یک استخوانی یکه و تنها. شما تصور کنید سر هم زیبا می شود با پوست و با موی. علل خصوص زنها اگر موی نداشته باشند زیباگی را از دست می دهند، با وجودی که
انسانی که در سر او پوست نباشد نه تنها زیبایی بلکه دیدن او برای هر انسان کاری آسان نیست. به هر حال از او پرسیدن که به چه سبب موی سرت ریخته است و پوست سرت هم رفته است. اون زن گفت که من در دنیا وقتی که از خانه بیرون می شدم یا در حولی در مقابل مردهای نامحرم که روبرو می شدم موی سرم را از اونها ستر نمی کردم، نمی پوشاندم. وقتی که مردم فرشته ها آمدن و موی سر من را یکایک چیندن. هر وقتی که یک موی را میکندن پوستی سرم هم از جایش میخیست. بعد از سرش را پوشید و دهانش را برای اونها نشان داد. مردم دیدن که این زن لب ندارد و در دهان اون هم چند دندان هست. شما به خود اندیشه کنید که چقدر صورت دهشتناک است. انسانی که لب نداشته باشد چگونه هست و انسانی که باز با وجود نداشتن لبها دندانی کم در اون دهان باشد. از او پرسیدن که برای چی لبهای تو نیست؟ فرمود که من در دنیا لبهای خود را آرایش می دادم و در مقابل مردهای نامحرم نشان می دادم. وقتی که مردم فرشته ها آمدن و لبهای من را بریدن. بعد از آن چهرهش را هم پوشانید و دستها و پاهاش برای اونها نشان داد. اونها دیدن که این انسان نه ناخون دارد نه انگشت دارد. گفتن که این برای چی؟ فرمود که در دنیا من ناخونهای دست و پایم را رنگ می کردم و بیرون می برآمدم و در مقابل مردها اونها را به نمایش می گذاشتم. وقتی رفتن کاری می کردم که اونها ببینن این را. وقتی که از دنیا رفتم در قبر فرشته ها آمدن یکایک ناخونهای من را کندن و انگشتهای من را بریدن. و این زن بعد بیان کردن این واقعه در جای خود جان داد. الله رب العالمین این زن را زنده کرده بود برای اینکه برای دیگران عبرت باشد. اکنون شاید در ذهنهای بعض مردم سؤال پیدا شود که سنت الهی این هست که هر کسی که از دنیا میمیرد دیگر اون زنده نمی شود. اما این سنت الهی هست، لیکن خداوند متعال برای اظهار قدرت خودش و برای درس عبرت گرفتن دیگران می شود که گاه گاه انسانهای مرده را زنده می کند. مثلا در قرآن کریم حکایه زنده شدن حضرت عزیر علیه السلام است. فاماته الله 100 عام ثم بعثه. بعد از 100 سال مردن دوباره او را زنده کرد. قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعض یوم. قال بل لبثت 100 عام. خدا از او پرسید که چند روز زندگی مرده بودی؟ چند روز گذشت؟ گفت 1 روز او بعض یوم، یا کمتر از 1 روز.
الله رب العالمین فرمود که بل لبثت 100 عام، 100 سال گذشت. این چنین همه ما و شما آگاهی داریم که حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام به طور معجزه بعضی از مردم ها را به اذن الهی که مرده بودن و پوسیده بودن اونها را زنده میکرد. و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتى باذن الله. حضرت عیسی علیه السلام خودش میگوید که من کوری نابینا و انسانی که دچار بیماری سفید پوستی هست پیست و احیی الموتى باذن الله، مرده را به امر خدا زنده میکنم، اونها را هم به امر خدا بینا و از کسلی پوست میرهانم. علاوه بر این علامه ابن ابی دنیا رحمت الله علیه کتاب دارند به نام من عاش بعد الموت. کتاب درباره اشخاصی هست که بعد از مردن دوباره زنده شدن و زندگی کردن. در اونجا نمونه های مختلف میارد از مردم های مختلفی که بعد از مردن دوباره زنده شدن. اینچنین حافظ ابن رجب حنبلی در کتاب مشهوری خودش احوال الموت و القبور، غالبا به همین نام است، حکایت های را ذکر میکند که دلالت بر این میکند که الله رب العالمین در این دنیا بنابر حکمت هایی که خودش میدوند بعضی بنده ها را بعد از مردن زنده میکند و از جمله اون حکمت ها درس عبرت گرفتن دیگرها هست. برای اونها چیزی نمایان میکنند که آماده سفری آخرت باشند. این چنین است همین زنی که در شهر گیلگیت پاکستان، چنون که حضرت مفتی عبدالرؤوف دامت برکاتهم العالیه در کتاب خودش ذکر میکنند، این را هم الله رب العالمین برای عبرت دیگران زنده کرد تا که اونها درس عبرت بگیرن، علل خصوص مادرها، زنها، خواهرها، همشیره هایی که دچار این نمود گناه هستند. باید که کوشش کنند که وقتی که از خانه بیرون میشوند مویهای سری اونها و همه اعضای جسم اونها را کسی نبیند. یک چیز را باید قید کنم که بعض انسان هایی هستند که لباس میپوشند، اعضای اونها نمایان نیست، یگان جا کشف عورت شدگی نیست، لباس فرا گرفتگی ای، اما اون لباس از نگاه شریعت نادرست هست. به دو سبب. بعضی لباس هایی هستند که به اندازه تنک هستند، اگرچه ظاهری جسم پوشیده است اما در روشنایی یا در آفتاب یا خود لباس اون قدر تنک هست که یا گردن او یا به جسد او یا دست او برای دیگران نمایان هست. یا این که لباس دارند که تنک نیست اما اون قدر تنگ جفس هست که بعضی از اندام ظاهری اونها نمودار هست. از این نمود لباس ها هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم منع فرمودن و فرمودن که این نمود زنهایی که کاسیات و عاریات گفتن، به ظاهر پوشیدگی لیکن در حقیقت اینها لچ هستند، این نمود زنها را فرمودن که اینها هم در آتش دوزخ می سوزند. و وقتی که از خانه بیرون می شود کوشش کند که زینت اون را نامحرم ها نبیند. البته برای شوهر خودش اجازت دارد که هر چند که دلش می خواهد زینت و آرایش کند و این در اسلام
چیزی هست که با اون تشویق شدگی و سبب ازدیاد و بسیار شوی محبت و دوستی بین زن و شوهر می شود. البته در مقابل بیگانه ها کوشش کند که از خانه بیرون میبراید، زیب و زینتی او را کسی نبیند. حتی فقهای مذهب ما، نه تنها مذهب ما، حتی در تمام مذاهب برای زنها استعمال خوشبویی که بوی اون میبراید در بیرون از خانه درست نیست. در داخل خانه در نزد شوهرش اجازه دارد، لیکن وقتی که از خانه بیرون می شود چنین خوشبو نکند، چون که خوشبوی اون زن در فتنه واقع کردن مردها می شود.